اکنون شیروف رو بیاد یک بار دیگر توضیح دهیم هنرش رو. شیروفی که با قهرمانی جهان این ورزشگر هم نیروسنجی رو شروع کرد. روند تلاش های پیشینه نشان دادن که هر دو پهلوان خیلی ارزنده هنرنمایی میکنن و هر دو لایق تحسین و آفرین ها هم هستند و بیشتر ما رجوع توجه میکنیم البته به نتیجه و تلاش بهی پهلوانی تاجیکستانی محیدین اسداللهیف که به فینال رفت. غالبی همین جفت رو انتظار است. ابوبکر شیروف و استومپ حالا تلاششون رو در این دیدار باز هم پرشیده تر بکنن. احساس میکنم براستی که فینال تاجیکانه می شود، چون که ابوبکر یک بار ثابت کرد که او در حقیقت با همان از جهت کسبیت و استعداد و تجربه اگر رقیب باز هم افضلتر و والا باشد ابوبکر انا دیدت که دیدم، انا گفتم که گفتم. احساس می شود که قصد ناکامی های دیگر را امروز بچه های بننگ و ناموس تاجیکستان، هم محیدین اسداللهیف در مقابل هدایت حیدرف و هم ابوبکر شیروف که واقعا هم شایسته هنرنمایی کردن و هر دو در مرحله یکی در مرحله فینالی قرار دارد و ابوبکر در یک چکر دیگر یک قدم دیگر برای تعیین نمودن راه مظفریت مرحله نیمه نهایی. آفرین. طبع مخلصان هم بالیده، طبع شارح نیز بالیده، جمعی همکاران ما هم نشان دارند و واقعا هم صحافت خوب. بسیار ورزشگران ناماشنا امروز در مقابل پهلوانان ما قرار داشتند که ما با دو تن چهره ماندگار ابوبکر شیروف و محیدین اسداللهیف احسن و آفرین میگوییم. حالا 2 دقیقه دیگر هست. اکنون وزری فکر میکنم در این روند باز هم کاری ورزشگری ما رو کم مشکل تر کرد. از این برتر از این حالت رهایی یافتن لازم است. من فکر میکنم ادامه تلاشه که خیلی هم شدتش رو باید 9-10 پای رقیب حالا از این حالت بله یوکو گرفته است، اما برای استومپ 9 ثانیه 1 ثانیه دیگر الکی تقدیر رقابت حل و فصل میشد و خوشبختانه اینجا هم پهلوانی ما از این ورته از این حالت خیلی هیجان آور خود رو رها کرد. اکنون به پیش 1 دقیقه دیگر هست، شاید یک کوشش دیگری ورزشگری ما اینجا هم ثمرآور به انجام یابد. دقیقه آخرین مبارزه باز هم تلاش و کوشش ورزشگر ما باید شدت دیگر گیرد، راه نیست. در اول کارو خیلی خوب شروع کرد و بعدا هم وزری رو از دست داد. از حالتی باز هم هیجان آوری کار در زمین اکنون نشد. این مراتب هم با همان اصولی اگر در گشتنگیری گوییم حلوک داخله یا در فرصت الهیده این نقاط گوییم که او چیمت همین طور هم شد. اکنون با محیدین اسداللهیف این قهرمان جهان کشور شویتزاریا روبرو میگردد.
و ابوبکر شیرو باشد برای مدال برنجی با هموطن خودش محمد بیکوف رقابت خواهد کرد. دوستان عزیز، با همین گزارش ما اینجا انجام می‌یابد و سبقت‌های جالب و دیدنی. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо